که این قرآن یک شرفه، یک عزته، هم برای تو و هم برای امت تو. و سوف تسألون، ان قریب درباره این قرآن شما سوال میشید، بازخواست میشید. الله ما را میپرسه این نعمت عظما را من به شما داده بودم، شما در رابطه با این نعمت عظیم چی کردید؟ چقدر این نعمت را شما استقبال کردید؟ چقدر یاد گرفتید؟ چقدر سوره هایش را حفظ کردید؟ چقدر تلاوتش کردید؟ چقدر فرزندان خودتون را آموختید، یاد دادید؟ چقدر در خانه های شما تلاوت شد؟ چقدر با مفاهیم و مطالبش آشنا شدید؟ چقدر به درس ترجمه و تفسیرش نشستید؟ چقدر به این قرآن عمل کردید؟ از عقاید قرآن، اعمالی که قرآن راهنمایی میکند، اخلاقی که قرآن یاد میده، تقوایی که قرآن در واقع تزریق میکند به ما میخوایم تقوای ما بیشتر بشه. به خدا قسم هیچ درسی از درس قرآن در تقویت تقوا بیشتر اثر ندارد. انسان وقتی که کلام رب را مستقیم میخواند و مستقیم میشنود، خود به خود بدنش، نماز خوبی بخوانیم، نماز با حضور قلب بخوانیم، عبادات ما عبادات روحدار و جاندار باشه. اگر ما میخوایم اخلاق ما خوب باشه، اخلاق یعنی در زندگی خودمون از تمام بد اخلاقی ها به دور باشیم. چشم چرانی بد اخلاقی است، گناه با گوش بد اخلاقی است، گناه با زبان مثل دروغ گفتن و غیبت کردن و بهتان زدن و دل انسان را شکستن، اینا تمام بد اخلاقی هستند. وعده خلافی بد اخلاقی هست، حق مردم را ندادن بد اخلاقی هست. تمام بد اخلاقی ها، اگر ما میخوایم از بد اخلاقی ها دور باشیم، از بد عملی ها به دور باشیم، هر یکی از ما دوست دارد. بعضی وقت مردم میگه ما میخوایم اصلاح بشیم ولی شیطان نمیذاره. لذا اگر ما میخوایم همه این اصلاحات در وجود ما بیاید، اصلاح بشیم باطن و ظاهر ما، سعی بکنیم التزام به قرآن داشته باشیم. یعنی قرآن را لازم بگیریم، همیشه هم تلاوت کنید، تلاوت ولو اینکه شما قرآن را نفهمید، این تأثیر خودش را دارد. چون الله عزوجل در قرآن مجید، اینجا علما تشریف دارن، یتلو علیهم را جدا ذکر کرده، وظیفه رسول الله و یعلمهم الکتاب را جدا ذکر کرده. پس تلاوت تأثیر خودش را دارد، فهم قرآن تأثیر خودش را دارد. تلاوت بدون فهمیدن ثواب خودش را دارد و فهم قرآن و درک قرآن اون ثواب خودش را دارد. هر یکی جدا است. لذا اگر میخوایم همه اصلاحات در وجود ما بیاید، هم قرآن را بخوانیم، هم قرآن را بفهمیم، هم در حلقه قرآن شرکت بکنیم و هم به قرآن عمل کنیم. اینا تمام حقوق قرآن هستند. حقوق قرآن خیلی زیاد هستند. ایمان به قرآن هست، تلاوت قرآن هست، تدبر در قرآن هست، فهم قرآن هست، نشر و تبلیغ قرآن هست. خیلی از حقوق هستند. لذا عزیزان، دنیا مگر چقدر طولانی است که ما شب روز بدو بازم به جای نمیرسیم. چرا در شبان روز 1 ساعت 2 ساعت اختصاص ندهیم؟ لذا عرض من خدمت علمایی که اینجا حضور دارند که هر یکی از این علما یک سنگری را، یک مسجدی را در اختیار دارد، اینه که در مساجد خودتون درسهای قرآن را بگذارید و کلام الله را حد اقل وظیفه و مسئولیت دینی ما این هست که کلام خدا را به بندگان خدا برسانید. و ای بندگان خدا، شما هر جا حلقه درس قرآن است، وقت فارغ بکنید، کاراتون را پس و پیش بکنید، بشینید حد اقل 1 بار از اول تا آخر پیام ربتون را دریافت کنید. رب چی گفته؟ عرض کردم این کلام برای این نیست که ما این را بر تاقچه خونه بذاریم، ما این را در ماشین خودمون آویزان بکنیم، ما این را فقط برای مرده ها بخونیم، ما این را فقط برای عرض کنم تعویض نوشتن استفاده بکنیم، منبع درآمدش بکنیم که خیلی زشت هم هست.
نه، قرآن جایگاهش، ارزشش، عظمتش، حقش خیلی بیشتر و بالاتر از این هست. الله عزوجل به ما توفیق بده که ما قدردان خوبی از این کتاب رب من باشیم. الله عزوجل توفیق عمل عنایت بفرماید. بالاخره مباحث درباره قرآن زیاد هست، اما امشب تعیین شده معوذتین. این دو سوره را میگویم معوذتین به این خاطر که در این هر دو سوره تعوذ یعنی پناه بردن. در این سوره به من و شما الله دستور داده که به من پناه ببرید. قل، بگو، اعوذ برب الفلق، من به رب فلق پناه میبرم. اعوذ برب الناس، من به رب مردم پناه میبرم. به این خاطر این سوره را میگویند، این دو تا سوره را میگن معوذتین. و این دو سوره دو تا از سوره هایی هست که بسیار عظیم هستند. اگر ما جایگاه این دو تا سوره را بدانیم سخت میچسبیم با این دو سوره. مردم امروز خیلی پریشان هستند در دنیای امروز. اگر فرصتی باشه درباره پریشانی های امروز هم عرض میکنم. اما یکی از راههای درمان پریشانی های امروز خواندن به کثرت و زیاد این دو سوره است که در این دو سوره به الله پناه برده شده و کلماتی هستند که خود رب فرموده بندگان من شما بگویید. اصل ربط این سوره که علما بیشتر این مطالب را متوجه میشند با سوره های گذشته اینه و با سوره گذشته بالخصوص سوره اخلاص. قبل از این دو سوره اخلاص هست، قل هو الله، سوره ای که توحید الله عزوجل شفاف آشکارا بدون پرده بیان شده. سوره ای که در اون سوره تمام عیوب و تمام رذائل و تمام ناملایمات از الله عزوجل بدور شده، که در اون سوره اعلام شده نه الله فرزند دارد، نه همسر دارد، نه پدر دارد، نه مادر دارد، نه شریک دارد، نه عیبی در اون هست. آشکارا بیان کن. این را که آشکار بیان بکند رد همه خدایان میشه، رد تمام آلهه باطل میشه، رد تمام معبودان دروغین میشه. اون وقت پیروان اون خدایان باطل، عابدان اون آلهه باطل بر علیه شمایی که توحید را اینگونه آشکار بیان میکنید بر علیه شما دشمن میشن، بر علیه شما دسیسه میکنن، بر علیه شما برنامه ریزی میکنن، بر علیه شما جادو میکنن، بر علیه شما حسد میکنن، توطئه میکنن و برای شما نقشه های شوم میکشن. بعد از اون سوره بیان شده، گفته شده پس ای پیامبر من شما از تمام این دشمنان و توطئه های دشمنان و حسد حاسدین و جادوی جادوگران و تمام بدبختی ها و نقشه هایی که بر علیه شما کشیده میشه به ربتون پناه ببرید تا الله شما را پناه بدهد. به این خاطر بعد از اون سوره اخلاص و بعد از اون سوره توحید الله عزوجل سوره های معوذتین را ذکر کردن. و در شأن نزول این سوره ها می آید روایت های بسیار زیادی هست که بر علیه آن حضرت صلی الله علیه و سلم توطئه گران توطئه کردند. توطئه ها را که شما میدونید از روزی که رسول الله مبعوث شد توطئه شد. از همون روز سعی کردند که جلوی آن حضرت را بگیرند، اذیت و آزار و شکنجه و تبعید و تحریم و سنگباران و هر جا با آن حضرت صلی الله علیه وسلم با خشونت و با تندی برخورد کردند، تا اینکه تصمیم گرفتند آن حضرت را یا زندان بکنند، اسیرش بکنند، یا قتلش بکنند، از بین ببرند که الله عزوجل
در قرآن فرموده و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک. کفار مکر کردند، توطئه کردند، دسیسه کردند تا شما را بازداشت کنند و زندانی بکنند، یا شما را بکشند، یا شما را از شهرتون بیرون کنند. اما و یمکرون و یمکر الله، اونها مکر میکردند، اونها توطئه میکردند، اونها نقشه میکشیدند. و یمکر الله، خدا هم از بالا نقشه میکشید. والله خیر الماکرین، بهترین کسی که تدبیر میکند، بهترین ذاتی که نقشه های مؤثر را دارد رب العالمین هست. بالاخره نقشه های شوم اونها همه برباد شدند. یکی از اون توطئه های یهود هست که در این سوره به اونها اشاره شده. یهودی ها بعد از این که دیدن روز به روز امر رسول الله صلی الله علیه و سلم به پیش میره، روز به روز اسلام ترقی میکند، روز به روز فتوحات بیشتر میشه، روز به روز کمر دشمنان میشکند، خار و زبون میشوند، لذا متوسل شدند به حسادت دیگر، میسوختند، درونشون آتش میگرفت. از کلمات قرآن معلوم میشه، از و من شر حاسد اذا حسد معلوم میشه. و بزرگترین حسودها یهود بودند، بزرگترین جادوگران هم یهود هستند، امروز هم هستند. لذا یهودی ها چیکار کردند؟ آخر متوسل به جادو شدند. برای آن حضرت صلی الله علیه وسلم جادو کردند. یه مردک یهودی بود به نام لبید ابن اعصم که بظاهر مسلمان بود اما منافق بود. این با دخترانش و قطعا پشت پرده افراد دیگری هم بودند جادو کردند. اما شاید شما سوال بکنید که بر آن حضرت صلی الله علیه وسلم که پیامبر خداست و نبی خداست آیا جادو اثر میکند؟ چطور ممکن هست؟ بلی عزیزان، جادو یکی از آثار طبیعی هست. در طبیعتی که ما داریم هر چیزی اثر خودش را دارد. الله عزوجل تأثیراتی گذاشته و از آن جایی که پیامبران الهی بشر هستند، گرچه الله اونها را حفاظت فرموده، ولی بشر هم متأثر از آثار طبیعی میشه مگر اینکه الله عزوجل دفع کند. مثلا آتش کارش چی هست؟ سوختن هست، حرارت داره، هر کسی را میسوزاند مگر اینکه الله عزوجل به آتش دستور بده، مثل آتش ابراهیمی که اجازه نداره بیسوزانی. سردی، گرمی، اینا آثار طبیعی هستند. هم ما بدنمون سرد میشه، بدنمون گرم میشه. انبیا هم تحت تاثیر مسائل طبیعی قرار میگیرن، جادو هم هاکذا. اما الله عزوجل نگذاشتن چنان تأثیری داشته باشد که در نبوت و رساندن پیام الهی خللی بیاد. فقط مقداری آن حضرت صلی الله علیه و سلم سردرد می شدند، طبع مبارک خراب می شد و در بعضی روایت ها میاد گاهی ام المؤمنین عایشه می فرماید گاهی یک کاری را انجام می دادند ولی فکر کردند که انجام نمی دادند. تا چند ماهی به این صورت بود، تا اینکه بر اساس یک روایتی که در مسند امام احمد ابن حنبل هست، جبرائیل امین آمد و به آن حضرت صلی الله علیه و سلم خبر داد که برای شما جادو کردند و بر اساس این روایت آدرس را داد که جادو در فلان جا هست، فلان چاه هست. یک چاهی بود به نام چاه زروان. آن حضرت خودش نرفتن، صحابه را فرستادن برید اونجا و جادویی هست اون بردارید و بیارید. شانه ای از شانه های خود آن حضرت بود که دندانه های شکسته بود و مقدار مو بود که به وسیله مو و نخهای و با اون شانه ها جادو کرده بودند و اینها را گره زده بودند. و در بعضی روایت های دیگه میاد که آن حضرت صلی الله علیه وسلم در خواب دیدند، دو تا فرشته آمدند، یکی بر بالین قرار گرفتند، یکی قسمت پاها.
با هم دیگه صحبت کردن، گفتن ایشون چی شده؟ دیگری گفت جادو کردن. کی جادو کرده؟ فلان یهودی با دخترانش جادو. الان کجا هست جادو؟ در فلان چا هست. آن حضرت صلی الله علیه و سلم بعد از اون چیکار کردند؟ تشریف بردند با صحابه خودشون و دستور دادن اون جادو را بیارد. این دو تا سوره نازل شد و آن حضرت این دو سوره را میخواند و بر اون گره ها دم میکرد و گره ها را باز میکرد. الله عزوجل آثار اون جادو را از بین برد به وسیله این سوره. بعداً به آن حضرت صلی الله علیه وسلم گفته شد که شما با اینها برخورد نمی کنید؟ به صحابه حتی اسم اونها را نگفت. بعضی از صحابه فهمیدن. آن حضرت خاطر مسئله شخصی دنبال انتقام نبود. آن حضرت فرمود مسئله من را خداوند حل کرد، مشکل من خداوند حل کرده، الان من با اینها کار ندارم. بعضی از صحابه که متوجه شدند بعداً آمدن خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم، تقاضا کرده یا رسول الله شما اجازه بدهید ما گردن این منافق را بزنیم. آن حضرت همین جواب را دادن، خداوند مشکل من را حل کرد، باش کار داشته نباش. امروز مردم بعضی وقتا که متوجه میشن فلان انسان فلان بدبخت جادو کرده، خیلی جادوگران الان توی شهر هستن متاسفانه، مردم در صدد انتقام هستن. ما توصیه میکنیم دنبال انتقام نباشید، ولی بازار اینها باید کاسد بشه، دکان اینها باید تعطیل بشه. خیلی از مردم هستن میگویند که اینها برای ما چه بدبختی های درست کردند و به دروغ نام میبرن برای مردم. میگند که برای شما فلان فرد، حتی نام نزدیکترین افراد را چون میخواهند به هم بندازند. یکی از هنرهای جادوگران و شیاطین اینه که یفرقون بین المرء و زوجه، در قرآن آمده، بین مرد و زن، بین شوهر و خانمش جدایی میاندازند، تفریق میاندازند، زندگیشون را متلاشی. خیلی از زندگی هم متلاشی میشه بر اثر همین جادوی جادوگران هست که خدا اینها را هدایت کند. اگر قابل هدایت نیستن خداوند اینها را بردارد که با شیطان همدست هستند و این همه بدبختی در جامعه ایجاد میکنن. لذا در صدد انتقام نباشید. کسی رفته بود جادوگری را گروگان برده بود و بعدا مسئلهش به شریعت افتاد، مدت گروگان گرفته بود و برایش در دولت در محاکم دولتی هم پرونده درست کرده بودند. بالاخره در صدد انتقام نباشید، ولی شکایت اینها بکنید. اینها را دولت باید جلو اینها را بگیرد که اینها این همه فساد ایجاد میکنن. لذا آن حضرت از اینها گذشت، از این فتح گذشت، گفت الله عزوجل مشکل من حل کرد. بنابراین عزیزان، بهترین دارو و درمان و بهترین دعا، بعضی وقتا بعضی جوانان تو همین واتساپ پیام برای ما میفرستن، میگه یک دعای خصوصی. هیچ دعایی از قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس بالاتر نیست. در حدیث هم آمده که هیچ دعایی برابر این نیست. شما میخواهید از تمام مضرات و تمام مصیبت ها و تمام مفاسد و تمام توطئه‌ها، حسودها، جادوها، چشم بدها محفوظ بمانید، این دو سوره را بخوانید. این دو سوره را همیشه بخوانید. در حدیث شریف آمده در فضیلت این دو سوره که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که بر من دو تا سوره نازل شده که هم مثل و شبیه اونها نه در قرآن هست، نه در تورات هست، نه در انجیل هست. و این دو سوره را آن حضرت صلی الله علیه و سلم تلاوت کردن. لذا درباره اینکه تلاوت چطور تلاوت بکنید در پایان عرض می کنم. علی ای حال این دو سوره دارای فضائل بسیار زیادی و فضائل بسیار بیشماری هستند و
در این دو سوره الله تعالی خودش دستور داده، به من و به شما دستور داده که من و شما به خدا پناه ببریم. خب من پناه بردم، شما پناه بردید، بعدا ما را پناه نمیده؟ پناه میده. من شر حاسد هم پناه میده، از شر حسد کننده پناه میده، من شر نفاسات، از شر جادوگران پناهمون میده، از شر شیاطین هم پناهمون میده، از همه بدبختی ها ما را پناه میده. لذا این دو سوره که بعضی هر دو سوره را به منزله یک سوره گفتند. در سوره اول از آفات دنیوی دستور رسیده، از آفات دنیوی به خدا پناه ببریم. در سوره دوم از آفات دینی به خدا پناه ببریم. بسیاری از آفات هستند که دنیای ما را خراب می کنند، جسم و جان ما را، فرزندان ما را، مال ما را، سرمایه ما را تهدید می کنند. لذا از اونها هم به خدا پناه ببریم. و بسیاری از آفات هستند آفات دینی هستند، دین و ایمان ما را مورد تهدید قرار می دهند. خیلی از انسان ها هستند که مشکلی برایشون پیش میاد، آخر میرن دینشون را از دست میدن، ایمانشون را از دست میدن. لذا بهترین صورت اینه که ما صبر کنیم، تحمل بکنیم، نریم پیش جادوگران، نریم پیش اون به الله پناه ببریم. چون خود خدای عزوجل وقتی پیامبرش به خدا پناه میبره و همیشه اینها را میخوند، شبها در روایت میاد که رسول الله میخواند اینها را و بر بدن مبارک خودش دستهای خودش را میمالید. پس ما کی باشیم که بالاخره خاطر جمع بشینیم و هیچ احساس خطر نکنیم؟ ما هم احساس بکنیم که همیشه شیاطین انسی و جنی در صدد هستند، دنبال ما هستند. همیشه به الله پناه ببریم. لذا در سوره اول الله عزوجل دستور دادند که شما به من پناه ببرید. اینجا صفت رب یک بار بیان شده، برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق. ای حبیب من، ای نبی من، ای رسول من، خطاب به رسول الله صلی الله علیه وسلم، ولی مراد من شما هستیم. من شما هم پناه ببریم. باید بگو من پناه میبرم برب الفلق، برب سپیده صبح. برب الفلق اینجا آمده. چرا صفت پروردگار اینجا رب الفلق آمده؟ چون شما میدونید که همیشه صبح و سپیده صبح در واقع علامت چیه؟ علامت پایان مشکلات است. بعضی وقتا مردم در شب پریشان، صبح که میشه خوشحال میشند. در شب تمام درد و رنج و بیخوابی، اما صبح که میاد تمام میشه. در شب خوف و هراس و تهدید است، وقتی که صبح میشه و بام که میده انسان خوشحال میشه. همون مجرمین هم میرون فرار میکنن، پناه میبرن به جایی. به این خاطر سپیده صبح گفته شده. و رب الفلق اون ربی که تاریکی شب را پاره میکند و از دل شب صبح را برای من و شما طلوع میدهد. یعنی چه؟ یعنی از تمام ظلمات و تاریکی ها و مصیبت ها و مشکلاتی که هست، از دل مشکلات برای ما پیروزی، برای ما موفقیت، برای ما فرج را میارد، حل مشکل را میارد. لذا به این خاطر گفته شده برب الفلق، من پناه میبرم به رب صبح. از چی پناه میبرید؟ از چند چیز اینجا بیان شده. یک، من شر ما خلق، از شر هر چیزی که خداوند عزوجل خلق کرده. این عام هست. تمام تهدیدهایی که ما را تهدید میکنند، چه تهدید جانی، چه تهدید مالی، چه تهدید ایمانی، همه را شامل میشه. ما خلق هر چی که باشد. امروز آفتها خیلی زیاد هستند، لازم هست ما بیشتر پناه ببریم. ببینید فتنه ها به اوج رسیدن، چقدر قتل و خونریزی هست، چقدر گروگانگیری هست، چقدر فساد هست، گناه هست.
دود هست، بیبندوباری هست، مشروب هست، العیاذ بالله زنا هست، تمام بدبختی ها اینا تمام ما خلق هستند. کرونا هست، عرض کنم که مریضی ایدز هست، آبله میمون هست، دیگه مریضی هایی که ما اسمشون را نمیدن، اینا تمام ما خلق هستند. لذا الله به ما فرموده من شر ما خلق، شما پناه ببرید. امسال هم بزرگان ما، امسال نه سالهای گذشته که کرونا بود، بسیاری از بزرگان مشایخ هی دستور میدادن، تأکید میکردن که شما به کثرت این دو سوره را بخوانید، بعد از هر نماز بخوانید. و نه اینکه الان کرونا رفته دیگه نخوانیم، الان که کرونا رفته هم بخوانیم، چون که من شر ما خلق، کرونا جز ما خلق است، یعنی جز اون مخلوقاتی که خدا خلقش کرده. این مریضی های جدید که ما اسمشون را نمیدونیم و تهدید میکنه هنوز بشریت را، اینها عرض کنم که ما خلق هستند. این دشمنانی که هر روز دندان تیز میکنن برای ما مسلمانان، بسیاری از دشمنان که اصلا چشم ندارن ما را ببینند، اصلا وجود ما را تحمل نمی کنند، از شر اونها میخوای پناه ببرید. اونها ما خلق، اونها مخلوق هستند، دشمن مخلوقه. لذا از ما خلق همیشه به الله پناه ببرید. چقدر این سوره جامع هست، چقدر این جمله جامع هست. من شر ما خلق، از هر چیزی که الله خلق کرده از شر او پناه ببر به الله عزوجل. و باز سه چیز را خدای عزوجل به صورت خاص یاد کردن، اینا من ما خلق هستن. این سه چیز چی هستن؟ و من شر غاسق اذا وقب، از شر تاریکی شب. غاسق تاریکی شب را که همه جا را فرا بگیرد و همه جا تاریک محض بشه، اون را غاسق میگوین. از شر تاریکی شب اذا وقب، یعنی وقتی که اون تاریکی داخل بشه، اون تاریکی وارد بشه، اون تاریکی بیاد. وقتی که اون تاریکی آمد از اون تاریکی پناه ببر. ببینید تاریکی خطرناکه، تمام مصیبت ها در تاریکی هستند، تمام دردها و رنج ها در تاریکی هستند. دیدید بیشتر جنایت ها در تاریکی هستند. دشمنان از تاریکی شب سوء استفاده میکنن، دزدها هم از تاریکی سوء استفاده میکنن، رهزنها هم از تاریکی سوء استفاده میکنن، جنات هم از تاریکی، جادوگران هم از تاریکی، همه افراد از تاریکی استفاده میکنن. این حشرات و درندگان و مارها و گشتمها روزها خبری ازشون نیست، شب در تاریکی خارج میشوند. انسان چقدر دشمن دارد، دشمن انس، دشمن جن، دشمن عرض کنم حشرات، درندگان، همه اینها. الله میگه ما را حفاظت بکند. الله در صورت حفاظت میکند که ما به خدا پناه ببریم، هر روز پناه ببریم، هر شب پناه ببریم. به این خاطر ومن شر غاسق فرمود، از شر تاریکی شب اذا وقب، وقتی که اون تاریکی داخل میشه. احساس کردید که انسان هایی که مریض هستن، گاهی برای ما هم مریضی آمده، شب انسان بیشتر پریشانه. حتی همین عفونت ها، دکترها میگوین کسی که در بدنش عفونت هست اینا شب بیشتر اذیت میکنن. شب انسان تب میشه، روز میبینی سرحال است. شب یک خصوصیتی دارد که همه شرور، همه بلاها، همه آفتها، همه مصیبتها، چه درونی باشد چه بیرونی باشد، فشار میاره. به این خاطر دستور داده و من شر غاسق، از شر اون تاریکی وقتی که داخل میشه از اون پناه ببر. اینه که گفتیم خیلی از آفتها را شامل میشه. عرض کردم از دشمنی که به شب حمله میکنه، از حسودی که در شب توطئه میکنه، از جادوگری که در شب میخواد جادو بکنه، از اون دزدی که در شب میخواد دزدی بکنه، از اون عرض کنم حیوانی که در شب میخواد حمله ور بشه، از مریضی که در شب فشار میاره. از همه اینها گویا به خدا پناه بردیم، خدا پناهمون میده، خدا از همه اینها ما را حفاظت میکنه. و دومین چیز و من شر النفاثات فی العقد، از شر اون کسانی که پف میکنند، دم میکنند به اصطلاح.
فی العقد در گره ها. من شر النفاسات، نفاسات صیغه مؤنثه، مؤنث بیشتر بر زنها اطلاق میشه. بعضی گفتن اینجا صفت مقدر نفوس، نفوس نفاسات. نفس هم در زبان عربی علما میدونن مؤنث هست. اون نفس هایی، اون انسان هایی شامل مرد و زن میشه. اون انسان هایی که اونها جادو میکنن، نفاسات یعنی جادوگران، مراد جادوگران است. چون جادوگران هم با یک سری دمهایی، دم چی میکنن؟ دم اوراد شیطانی میخوانند، از ارواح خبیثه و از ارواح شیطانی استمداد میطلبند، از اونها کمک میخوان برای ضرر رساندن، برای آسیب رسوندن، برای ضربه زدن. لذا الله عزوجل تعلیم دادند، آموزش دادند که از شر اون جادوگرانی که دم میکنند، پف میکنند، چه جادوگران مرد باشند چه زن باشند، از شر اونها پناه ببرید. و بعضی میگویند که نفاسات صیغه مؤنث آورده چون کسانی که بر آن حضرت جادو کردن غالبشون زن بودن، دختران لبید بودن. و بعضی میگن نه، صیغه مؤنث آورده چون بیشتر موضوع جادو و این موضوع دعانویسی این علاقمندی زنان است، مردان اونقدر علاقه ندارن، بیشتر زن به این سمت و سو علاقه دارد. زنها تا کوچکترین مسئله پیش میاد هی به طرف دعانویس ها و تعویذ نویس ها و جادوگران. بیشتر در این فتنه متاسفانه خواهرها گرفتار هستند. و یک مسئله بدیهی از خواهرها هم امشب الحمدلله در این حلقه در شرکت دارند، خوب گوش کنند که الله عزوجل دستور داده اون زنهایی که دنبال جادو و جادوگری هستند، از مکر اونها، از شر اونها، از فتنه اونها به خدا پناه ببرید، مبادا به سمت اون جادوگران بروید. خواهران متاسفانه دیده میشه اکثرا این افراد که اینجا تو شهر برای خودشون یه جای درست کردن، یه مرکزی، یک مرکز فسادی درست کردن، بیشتر خواهران هجوم میارند، در صف خواهران دیده میشوند. و خواهران چقدر ایمانشون، باورشون سست، ضعیفه. خیلی از مردان خبر هم ندارن که زنهاشون میرن اونجا، تا اینکه کوچکترین بیمهری از مرد میبینه هی دنبال دعانویس و تعویذ نویسه، تا اینکه کوچکترین عرض کنم مشکلی در مرد احساس میکنه، بد اخلاقی میبینه میره به طرف اون، و یا اینکه مرد گاهی زن میگیره میره به طرف این دعانویس. اینا کاری برای شما نمیکنن به غیر از اینکه ایمان و آخرت شما را خراب بکنند. هم دین شما را میگیرند، هم دنیای شما را میگیرند، پول هنگفتی از شما میگیرند و هیچ کاری نمیکنن. خیلی از همین خواهران ما سراغ داریم که دنبال این نوع افراد رفتند، آخر زندگیشون هم خراب شده، خسرت دنیا و آخرت شدند، همه چیز را از دست دادند. و خیلی ها که کمال کردن، تونستن جادو بکنن، مرد را سرگردان کرده، مرد اون زن دومش را اصلا رها کرده، اون زن از مرد بیزار، مرد از زن بیزار، بین اینها چنان عداوت، چنان دشمنی که نتونستن تو یک خانه هم دیگر را ببینند. این کمال هست؟ این هنر است؟ پیش خدا فردا چه جوابی میدی که زندگی انسانها را اینطور بدبخت میکنی؟ هم اون جادوگر و هم این کسی که دنبال جادو میره. یه زندگی را متلاشی کردن، یه زندگی را خراب کردن، یک زندگی را ویران کردن، انسانهایی را بدبخت کردن و انسانهایی را دچار مشکلات اعصاب و روان و روانی کردن. آیا این هنر است؟ آیا این کار خوبی هست؟ آیا فردا پیش خدای عزوجل بری چی توجیهی داری، چی جوابی داری؟ لذا باید بپرهیزیم از این چیزها، باید خواهران دوری بکنن. خواهران و برادران متاسفانه امروز شرایط ما بسیار شرایط ناجوری هست.
امروز هرچی ما به آخر الزمان نزدیکتر میشیم فتنه ها بیشتر میشه، پریشانی ها بیشتر میشه، بیچارگی های ما بیشتر میشه و مردم هم چنان عقیدهشون مشکل دار شده تا کوچکترین مشکلی برایشون پیش میاد فوراً به طرف دعانویس. اگر کسی سردرد میگیره میگه حتما یکی برای من جادو کرده. اگر یک کسی بازارش بی رونق میشه، تجارتش کساد میشه، ورشکست میشه، میگه حتما برای من جادو کردن. برای من خیلی از جوان هم میاد میگه ما دست به هر کاری میزنیم راه نمیفتیم. ببینید ما علم غیب داریم، ما ببینیم. میگه ببینید کسی برای من جادو کرده، برای من چشمی هست، چه مشکلی هست. در واقع ما هر چه مشکلات داریم به سبب عملکرد خودمون هست، به سبب ایمان ما، به سبب اعمال ما، به سبب اخلاق ما، به سبب گناهان ماست. الله تعالی می فرماید ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. قرآنه. هر مصیبتی برای شما میاد، هر مشکلی برای شما میاد به سبب عملکرد خودتون هست. و یعفو عن کثیر، خیلی ها را خدای عزوجل نادیده میگیرد، خیلی ها را خدا نمیگیره، مؤاخذتون نمیکنه. لذا اگر میبینی زنت با تو خوب نیست، بد اخلاق شده، بین شما عرض کنم تفاهم نیست، بین شما محبت نیست، فکر نکن حتما یکی، بعضی ما وسوسه پیدا کرده میگیم یکی جادو کرده. فکر نکن یکی جادو کرده، حتما عمل کرده خودت خوب نیست. اگر میبینید تجارتت رونق نداره حتما در اعمال خودت تجدید نظر کن. قرآن همینه میگه فبما کسبت ایدیکم. یکی از بزرگانی وقتی تو کتاب داستانش را خواندم میگفت من هر وقتی که گناهی میکنم و یه اشتباهی میکنم در زندگی، لغزشی میکنم، اثر سوء گناه خودم را در دو جا میبینم. یکی بر اسبم میبینم که اسب اون روز طبق میلم راه نمیره، اسب خوب نیست، مطابق میل من نیست. و دیگه اثرش را بر زنم میبینم، اون روز میبینم زنم مطابق میلم نیست، با من خوب نیست. من اسب را تنبیه نمی کنم، زن را تنبیه نمی کنم، میرم خودم را تنبیه می کنم، استغفار می کنم، دست از اون خطا می کشم. قرآن همینه میگه که اگر برای شما مشکلی آمد فبما کسبت ایدیکم، به سبب عملکرد خودتون هست. حضرت شیخ الاسلام همین هفته گذشته فرمودند که وقتی شما میبینید که ماشین شما ماشین نوعی هست، هیچ مشکلی نداره، بی جهت روشن نمیشه، فکر کن که چه اشتباهی کردی. سویچ ماشین حتی چرا گم شد، اینقدر سرگردان، حتما این خطایی کردم. لذا انسان لازم نیستی که هر مشکلی براش پیش میاد گناه را به گردن دیگران بیاندازه، کمی خودش را مطالعه بکند. لذا وقتی که جوانی بازارش خراب میشه، ورشکست میشه، نگه برای من جادو شده، ببینه عمل کردش چطور است. لذا ای برادر، ای خواهر، اگر زندگی خوبی نیست، احساس میکنی در زندگی محبت نیست، در زندگی صفا نیست، در زندگی تفاهم نیست، در زندگی موافقت بین مرد و زن نیست، ببینید که شما چه اشتباهاتی داری میکنید، چه گناهی در زندگی دارد انجام میگیره. بینمازی هست، بد اخلاقی هست، ظلم هست، یا گناهان دیگر که امروز گناه عام شده. لذا عزیزان، ما برای هر مشکلی که متوجه ما هست دنبال علت اصلی بریم، اعمال خودمون را بپاییم، در اعمال خودمون تجدید نظر کنیم، دنبال مقصر نباشیم. لذا اینقدر دنبال این دعا نویس ها و تعویذ نویس ها، بالخصوص اونهای بعضی از علما هستند، مطلقا من تعویذ را رد نمی کنم، آیات الهی تأثیر خودشون را دارند. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود سورة الفاتحه شفاء لكل داء، سوره فاتحه برای هر مریضی شفا است.
درباره معوذتین هم فرمود که اینها را بخوانید، الله تعالی شما را از همه آفات حفاظت می کند. قرآن تاثیر خودش را دارد، اما نه اینکه من بشینم و منبع درآمد درست بکنم، کارت چاپ بکنم، تابلو بزنم که برای هر مریضی محبت زن و مرد، نمیدونم